میگن فرح هر وقت از شاه چیزی میخواسته میرفته تو آشپزخونه کاخ و کتلت شهرش لاهیجان رو درست میکرد. یعنی سر صبح چادر چاقچول میکرده میرفته سر کوچه کاخ نون بربری میگرفته و کله نون بربری رو 1 ساعت میخیسونده، سیب زمینی رو هم آبپز میکرده و 500,000 نفره شدنمون مبارک. و وقتی سیب زمینی ها سرد شدن لهشون میکرده، بعد اندازه کف دست من گوشت چرخ کرده، پیاز رندیده و آب گرفته، کله نون بربری که آبشو گرفته و ادویه های توی کپشن و ورز میداده تا 1 دست شن و با دستای خیسش بهشون شکل میداده. یه سبوس نون بربری میغلطوندتشون و بعد از اینکه 2 ساعت توی فریزر سرد شدن توی روغن داغ سرخشون میکرده. بعدم لای نون بربری با گوجه و خیارشور و پیاز جعفری و زیتون پرورده لولش میکرده و 27مین غذای چالش گیلانه و غذاهاش رو برای شاه و بچه هاش درست میکرده. به به به. آفرین به